4 روز پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و قرار است در آن صدها نفر جوانی که سنشان به 18 رسیده است بار اول پای قوطی های رای رفته آواز دهند. هرچند آماری دقیق در دست ما نیست و کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی هم تا آماده شدن این گزارش این آمار را پیشنهاد ما نکرد، ولی در یک پرسش با خود جوانان از آنها خواستیم بگویند که درباره انتخابات پارلمانی، درباره نامزدها و عموما درباره این معرکه سیاسی چیزی میدونند؟ ولی رویم بعد میفهمم. راستی گفت نه. یکم بار آواز نه یکم بار ببینیم. نه نمیرم. از 10 جوانی پایتخت که روز 25 فوریه در خیابان‌های دوشنبه به رادیو آزادی نظر دادند، تنها 4 نفر میدونست که انتخابات پارلمانی 1 مارس برگزار می شود. شما میدونید که کدام انتخابات است و کی برگزار می شود؟ بعد همین 1 مارس همین خیلی بوده. انتخاباتی از 1 تا 6 بخوام. بزرگمهر صدرالدینов دانشجوی سال اول دانشگاه طبی تاجیکستان از کمترین جوانان بود که توانست با رادیو آزادی کم و بیش درباره این معرکه سیاسی صحبت کند. هر یک وقت کلمه پیش از انتخابات نقشه خودش داره، مثلا چی اعلام میکنه که در همون جای دعوتنامه که من بعد که و انتخاب شدم همون کار اجرا میکنم و بعد که انتخاب کردم مثلا طریق رایپرسی عمومی خلق همون کار خودش اجرا میکنه، بعد همون با کاری اعلان کردگی عمل کنه. اظهار نظر جوانان در مورد این معرکه سیاسی در حالی است که اتفاق جوانان تاجیکستان در همکاری با کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی برای آگاهی سازی جوانان از این معرکه مهم سیاسی هنوز چند ماه قبل معرکه‌های تبلیغاتی راه اندازی کردند. از میان بیش از 9 میلیون اهالی تاجیکستان 3 میلیون آنها جوانانی از 18 تا 30 ساله هستند که تا 30 سالگی نمیتوانند نامزد شوند ولی حق آوازدهی را دارند. اما کمرنگ بودن حضور جوانان در معرکه‌های سیاسی را نهادهای مربوط نگران کننده نمی‌شمارند. امروز جوان به سیاست میل ندارد، این یک من شخصا چیزی منفی قبول ندارم. این میل وی است، خواهش وی است. به هر صورت روز 1 مارس این جوانان، آنهایی که 18 ساله شده حق انتخاب در انتخابات را پیدا کردند، می توانند پای قوطی های رای بروند و به احتمال زیاد در حوزه های انتخاباتی مثل انتخابات های گذشته آنها را با گلدسته ها پیشواز گیرند، ولی هنوز معلوم نیست آواز آنها تا کجا حل کننده خواهد بود. سروینوزی روح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.